برای او چیکار کردید؟ من هنوز دنبال کار برایش هستم. شغل که نتواند از آن بترسد. از آن نمیترسم. یک شغل جدید پیدا کردم. واقعا؟ بله، اما نمیدانم که آیا او آن را قبول خواهد کرد یا مثل همیشه خواهد ترس. شما بهش بگو در نهایت تصمیم با دستش. باشه. امیر. بله. یک کار برای شما پیدا کردم. واقعا؟ واقعا رسول؟ چیه؟ شما همیشه شبا بیداری مگه نه؟ بله درست است. شغل این است که نگهبان یک مغازه در حال سخت. شما فقط شبها از آن نگهبانی خواهد داد به مدت 8 ساعت در روز و فقط به مدت 6 ماه تا زمانی که به طور کامل ساخته شود. نگهبان؟ حقوقش خیلی بالاست و اتاق کارگران کنار شماست. مکان بسیار امن و نزدیک به اینجاست. خوب. هیچ کاری نمی کنید. فقط تمام شب بیدار میمانید. غذا و نوشیدنی رایگان خواهد بود. اینترنت هم رایگان است. خوب. باشه. اشکالی نداره. آیا قبول هستید؟ بله. مطمئن هستید؟ لطفا قبول کن. رد نکن. نه نمیخوامش. خطرناکه. یک کار دیگر.